جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سربخت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره ترماه زمستان سالهای 2025 و 2026 قرار رئیس ولایت به تصویب رسیده در همه شهر و ناحیه‌ها ستاد تشکیل و نقشه چاره‌بین‌های آمادگی به موسم ترماه زمستان سالهای 2025 و 2026 عبارت از 27 بند تصدیق و مورد اجرا قرار داده شد. آمادگی به زمستان فراگیری مسائل ذخیره مواد اساسی خوراکواری، سوزشواری برای گرمی به مانند انگیش و هیزم، سوزشواری نقلیات و دیگر مواد ضروری برای بخطری در راههای اتومبیلگرد بوده. در این سمت در ناحیه جبار رسولوف کارهای زیادی به سامان رسانیده شده است. مثلا طبق نقشه تحریزی شده حجم ضروری انگیش و هیزم به همه مؤسسه‌های معارف تامین کرده شده. مبلغ گذاری آن از بودجه محلی و از بودجه ولایت عملی کرده شده است. در مؤسسه ما 854 نفر خواننده در 34 صنفخانه تحصیل میگیرند. در سال تحصیل 2025-26 ما به زمستانگذرانی پور تیار هستیم. به نقشه گرفتیم 8 تن انگشت گیریم و مؤسسه ما با گرمدهی متمرکزانیده شده گرم شده می شود. در مؤسسه ما هم صنفخانه ها هم مؤسسه پر شیشه بندی شده است 100%. ما هیزم ذخیره داریم 4 کوب و 8 تن نقشه گرفتیم انگشته. پیش با برق گرمدهی ما با برق بود. ما سال تحصیل 2024-25 با اسباب سرپرستان کتلنی ساختیم و این سال تحصیل 2025-26 با انگشت گرم میکنیم مؤسسه رو. طبق نقشه تحریزی شده برای زمستان سالهای 2025 و 2026 برای مؤسسه‌های معارفی ولایت 17488 تن انگشت و ذخیره 8036.5 مکعب متر هیزم پیش بینی شده. در مؤسسه‌های نگهداری تندرستی ولایت باشد ذخیره نمودن 5269 تن انگشت و 1466.1 مکعب متر هیزم در نظر داشته شده. در مؤسسه معارف ناحیه جبار رسولوف به ما اصرار داشتند که برای به مشکلات گذراندن فصل سرما به پورگی آماده اند. در ناحیه جبار رسولوف همگی 61 مؤسسه تعلیمی فعالیت میبرند. از این دو مؤسسه تعلیمی طریق برق گرم کرده میشوند. دیگر باقی مانده مؤسسه تعلیمی طریق انگشت گرمی گذرانی کرده می شود. مؤسسه تعلیمی ناحیه جبار رسولوف برای آماده نمودن به دوره تیرماه زمستان سالهای 25-26 766.5 تن انگشت و 299 متر کوبی هیزم به نقشه گرفته شده و سنه 20 اکتبر سال جاری 100% نقشه را اجرا نموده اند. مؤسسه تعلیمی ناحیه در علاهیدگی نیو 82 پیچ‌های خردی متمرکزی دارند. باز 722 عدد پیچ‌های بخاری نیز در استفاده هستند که گرمی‌گذرانی طریق هم پیچ‌های بخاری و هم متمرکز گذرانده می شود. در مؤسسه‌های نگهداری تندرستی ناحیه جبار رسولوف نیز طبق اطلاع مسئولین آمادگی به زمستان گذرانی با ذخیره معیاری کافی هیزم و انگشت و سوزشواری دیزلی در سطح ضروره برآورده شده است. ناحیه جبار رسولوف دارای یک بیمارخانه مرکزی و یک شبکه کمک اولیه طبی سانیتری و چند بنگاه طبی و خانه‌های سلامتی بوده و بیش از 150,000 نفر اهالی ناحیه خدمت رسانی طبی کرده. در سمت خریداری انگشت و هیزم از کمک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت نیز برخوردار است. در مساحت کس ناحیه جبار رسولوف یک مرکز سلامت ناحیه 31 با مساحت وجود دارد. از این 14 عدد مرکزهای سلامتی دهاتی، 17 عدد بنگاه‌های سلامتی و اهالی ناحیه 151,000 اهالی به خدمت رسانی طبی میرسانیم. طلبات ما برای زمستان گذرانی انگشت 45 تن، سوزشوار 60 لیتر، خیزم سخت 10 متر کوب می باشد تا 18 آگوست پررس 100% اجرا شده است. باید تذکر داد که در سمت آماده نمودن ساحه‌های مختلف خواجه خلق به زمستان در پیش ایستاده از بودجه ولایتی برای خرید و ذخیره انگشت به ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ و دیگر ساحه‌های بودجتی مبلغ گذاری کرده شده. همچنین به شهر و ناحیه‌های سوبونسیونی برای خرید مواد سوخت مبلغ‌های ضرورت جدا و انتقال داده شده است.